برسیس عالم خوب و مشهور بود که خیلی عبادت میکرد و زبان بنی اسرائیل زندگی داشت. اگر به اصطلاح حاضر گوییم، برسیس یک شیخ یک عابد بود و التماس وقتی خواندن یا شنیدن این نقل شما آید برسیس نه، آید خود فکر کنید، هر کدام خود را در جای او گذارید. برسیس مسجد داشت، آنجا خیلی عبادت میکرد، از صبح تا شام و از شام تا صبح به یاد الله بود. سه برادر سه برادری که آنجا سکونت داشتند نیتی به جنگ به جهاد رفتن را کردند، لیکن آنها یک خواهر داشتند و سوال به میان آمد که اگر آنها به جنگ روند کی به خواهر آنها نگاه خواهد کرد. بعد چند خلاصه شد و هر کدام سر مقصد آمدند که چی کسی غیر از برسیس میتواند که به خواهر آنها نگاه کند و آنها به نزد برسیس آمدند. اهمیت دهید که مکر و فریب شیطان از چی و از کجا آغاز می شود. آنها نزد برسیس آمدند و گفتند که ما به جهاد روانه. آیا می توانی که تا آمدن ما از خواهرمان نگاه بینی کنی؟ برسیس با آنها زود جواب داد: خداوند نگه دارد، شما چه ها میگویید؟ این شیطان شما را اینجا آورد. نه هرگز. بعد برادران راه افتاده شدند و از نزد برسیس رفتند. همان دم شیطان به نزد برسیس آمد و گفت: ای برادر، تو خودت درک کرده ایستاده ای که چه کار میکنی؟ آخر اینها به جهاد رفته ایستادند. آنها برای همیشگی میروند، از برای الله. اگر تو به خواهر آنها نگاه نکنی پس کی این کار را خواهد کرد؟ تو از همه بهترینی، از الله میترسی. آیا فکر نمی کنی که اگر وی نزد دیگر ایستد چه واقعه خواهد شد؟ آیا فکر نمی کنی که چه باید شود؟ بعد از این سخنان برسیس به فکر فرو رفت. شاید من باید تنها از برای خداوند به این خواهر نگاه کنم. اهمیت دهید که شیطان چگونه است. وقتی شیطان در شما را میکوبد و این انتظار نیست که شما در را برای وی تا به آخر میکشایید. شما تنها کمی در را بکشایید برای پرسیدنی که کی آنجاست. همین سوراخی ناچیز برای شیطان کافی است. وی خیلی وقت زیاد دارد. برسیس برادران را فریاد کرد و گفت: من تنها برای رازگی الله از خواهر شما نگاه بینی خواهم کرد، لیکن وی با من زندگی نمی کند. من او را در خانه که نزد مسجد جای گرفته است میبرم و همانجا خواهد ایستاد. برادران راضی شدند و به جهاد رفتند. برسیس خوراک آماده میکرد و آن را پشت در خود میگذاشت. آن خواهر باشد هر دفعه از خانه میبرآمد، نزد خانه برسیس می آمد و خوراک را از نزد در وی می گرفت. ببینید که تا کدام درجه برسیس از خداوند می ترسید. همین طور چند وقت دوام کرد. لیکن برسیس الکی در را برای شیطان گشاده بود و شیطان باز نزد او آمد در سیمای رفیقش. برسیس، این چیکار است؟ تو چیکار کرده ایستاده ای؟ آخر این دختر هر روز از خانه بیرون می براید و تا نزد دری تو می آید. در راه او را همه می بینند. مگر این کاری تو درست است؟ من فکر می کنم که بهتر می شود اگر تو خوراک را نزد دری او گذاری. درست است، همین طور نه؟ لیکن مقصد شیطان دیگر بود. اکنون برسیس خوراک آماده می کند و آن را نزد دری وی خواهر می گذارد. در را کمی می کوبد و می رود تا آن خواهر خوراک را برآمده بگیرد. شیطان دوباره نزد برسیس آمد. برسیس، آخر وی حالا هم به بیرون می براید تا خوراک را بگیرد. خیر چی می شود که تو خودت آن را به داخل خانه گذاری؟
چند وقت میگذرد لیکن برادران از جنگ بر نمیگردند. باز شیطان نزد برسیس می آید. برسیس، مگر تو نمی بینی که این دختر تنها است؟ یگان دوست و رفیقی ندارد. کسی هم صحبتش نیست. آخر یک با وی هم صحبت شو، وگرنه وی به بیرون خواهد برآمد و تنها خداوند دانا است که بران که او پس از به بیرون برآمدن چیکار خواهد کرد. بعد برسیس نزد خانه آن خواهر آمد. او حالا هم از الله می ترسید و به خانه ندر آمد. از بیرون می ایستاد، به تریزه خانه فریاد زنان صحبت می کرد، لیکن از داخل خانه او را خوب شنیدن دشوار بود. و همین دم شیطان آمد. برسیس، این چی شرمندگی است؟ چرا خود را نزد مردم شرمنده کرده چون دیوانگان در کوچه داد میزنی؟ در را به خانه و رنگ آدم با او صحبت کن آخر. و دیری نگذشته برسیس الکی داخل خانه بود و هر صحبت بعدینه باز هم طولانی تر میشد. بعد برسیس خواست به آن خواهر برسد. دستان او را گرفت و همین طور کار تا به زینا رفته رسید. برسیس، همان برسیسی که خیلی عبادت داشت، در دل ترس الله داشت و فریب شیطان افتاد. بعد خواهر حامله می شود، فرزند به دنیا می آورد. شیطان باز نزد برسیس می آید. برسیس، تو فکر کردی که وقتی برادران برگشتند چگونه به آنها پیدا شدن این کودک را خواهی فهمید؟ آخر آنها خواهر خود را به تو باور کرده نزدت ماندند. برسیس به وهم افتاد و گفت چی باید کنم اکنون؟ شیطان به برسیس: اکنون باید از دلیل ها آزاد شوی. باید آن طفل را به قتل رسان. و دیری نگذشته برسیس آن طفل را به قتل می رساند. الکی چند گناه شد؟ بله، یکم زنا و دوم کشتار. شیطان دوباره آمد. برسیس، تو ابله هستی؟ نخواد فکر کنی که این خواهر هنگام برگشتن برادرانش به آنها آنچه را که تو کردی نخواهد گفت. برسیس باز هم به وهم افتاد. این دفعه چه باید کرد؟ شیطان: برسیس، تو باید او را نیز به قتل رسانی. و برسیس آن خواهر را نیز به قتل رساند. اینک اکنون برادران برگشتند، نزد برسیس آمدند. خواهر ما کجاست؟ برسیس آنها را پیشواز گرفت و گفت: همه ما به خداوند تعلق داریم و بازگشت ما نیز به نزد اوست. خواهر شما به بیماری وزنین مبتلا شد و جان به حق سپاری. برای برادران یگان راه دیگر نمانده بود، زیرا برسیس عالم بزرگ، شیخ و او هرگز دروغ نمیگوید. آنها از او جای خواهرشان را پرسان شدند. برسیس یک قبری را برایشان نشان داد. نزد قبر آمدند، در حق خواهرشان دعا کردند و به خانه برگشتند. روز دیگر وقتی برادران با هم بودند، یکی از آنها گفت: من امروز خواب دیدم. و آن دو نیز گفتند که ما هم خواب دیدیم. خوب کنی نقل کن چه خواب؟ من در خواب دیدم که خواهر ما بیمار نبود. وی حامله دار شده است و فرزند نیز تولد کرده است، لیکن وی همراه طفلکش به قتل رسانیده شده است و آنها در جایی که دیروز ما رفتیم به خاک سپاریده نشدند. قبر آنها در دیگر جای است. برادران دیگر نیز گفتند ما هم همین خواب را دیدیم و این ناممکن است که همه ما یک باره خطا کرده باشیم. آنها نزد همان قبری که در خواب دیده بودند رفتند و آنجا جسد خواهر خود را پیدا کردند. پس از این همه نزد برسیس آمدند. برسیس، تو چرا از ما پنهان داری؟
ما همه آن کاری که تو کردی میدانیم. برخیز، نزد پادشاه میرویم. در راه برسیس فکر میکرد چگونه من به این بلا گرفتار شدم. زنا، کشتار، دروغ و اکنون مرا به قتل خواهند رسانید. وقتی نزد پادشاه آمدند، شیطان به صورت آدم نزد برسیس آمد. برسیس، آیا تو میدانی که من کی هستم؟ من شیطان، همانی که تو را به این بلا گرفتار کرد. اکنون من میتوانم تو را از این حالت خلاص کنم. من یک راه مخصوص برای تو دارم. ببینید، برسیس آدم عادی نبود، بلکه عالم، عابد، شیخ بود. خیلی دانش زیاد داشت، اما یک نگاه، یک سوراخی که به شیطان داده بود او را به این حالت آورد. برسیس به شیطان گفت چگونه؟ به کدام راه؟ من به همه آمادم، فقط مرا از همین جا خلاص کن. بعد شیطان گفت برسیس، تو به من سجده کن و من تو را رها خواهم کرد. بعد برسیس به شیطان سجده کرد. پس از این شیطان به او نگریست. برسیس، منتداری مرا قبول کن. از شناسایی با تو خیلی شاد بودم. و برسیس را به قتل رسانیدند. آخرین لحظه های حیات برسیس با چی تمام شد؟ با شرک، گناه بزرگترین. لیکن چگونه؟ وای تنها کمی در را باز کرده بود. آن در را به کدام خاطر گشاد؟ از برای الله. لیکن این همه با چه انجام یافت؟ کسی برای شما چیزی گفتنی نیست. هر کاری میکنید اختیار دارید، اما فراموش نکنید که وقتی در را برای شیطان کمک گشادید دیگر او را فریب کرده نمیتوانید. شیطان خیلی دانا است. و پیش از آدم علیه السلام زندگی داشت. علم شیطان از علم من و تو زیاد است. تجربه او از تجربه من و تو بیشتر است و وی وقت زیاده در اختیار دارد. خداوند نگهبانتان باشد. السلام علیکم و رحمت الله.